در مورد صلح و مذاکرات صلح، یک طرف ازی دولت افغانستان و مردم افغانستان است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان و جامعه بین المللی هم از طرف دیگه. بخش دوم ازی طالب هاست و گروه هایی که با طالب ها متحد هستند و در جنگ هستند با مردم افغانستان، و هم کسانی که از طالب ها حمایت میکنن یا کشوری که از طالب ها حمایت میکنه. برای ما لازم است بنابر ضرورت کشور ما، بنابر وضعیت کشور ما، بنابر توقع مردم ما و ضرورتی که به صلح هست، تمام کوشش های لازمه در این راستا داشته باشیم. کوششی که اخیراً در عربستان سعودی صورت گرفت، ابتکار علمای جهان اسلام و سازمان کنفرانس همکاری اسلامی، همه اینها کوشش های لازم است از طرف ما و از طرف دیگه بحث و مذاکره با متحدین افغانستان تا اونا هم از وسایل و سهولت هایی که دارن استفاده کنن تا زمینه مساعد شود. از جمله اونا میتونن بالای کشوری که از طالب ها حمایت میکنه با اونا در مذاکره و نحوی اعمال نفوذ بکنن و تاثیرگذار باشن بالای موقف و موقعیت او کشور، و همچنان سایر کشورهایی که میتونن مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر داشته باشن. تا امروز آیا نتایج ملموسی بوده در این راستا؟ جواب متاسفانه جواب نه است، اما معنایش این نیست که کوشش ها باید توقف کنه. آتش بس یک تجربه بود، یک تجربه بود که مردم افغانستان استقبال کردند و درس‌هایی هم به همراه خود داشت که در آینده میتونه مد نظر گرفته شود. در این حال متاسفانه جنگ هم ادامه داره و طالب ها اصرار بر ادامه جنگ میکنه. چقدر امریکا میتونه و چه نقشی میتونه انجام بده در عملی شدن مذاکرات صلح و چه تسهیلات امریکا میتونه فراهم بکنه که عملی شه؟ ایالات متحده امریکا در تماسایی که با طالب ها در گذشته داشتن یا اگر در آینده داشته باشن، تاکید از اونا در فرصت تماس با طالب ها هم است که طالب ها باید با دولت افغانستان مذاکره کنه و مسائل مربوط به افغانستان از طرف افغانستان ایالات متحده امریکا یا کشور دیگه یا سازمان دیگه نمایندگی نمیکنه. اما طالبا پیشنهاد حکومت رد کردن. حالا شما و ریاست جمهوری آقای غنی چگونه میتونین طالبا رو متقاعد بسازن که با حکومت افغانستان مذاکره بکنن یا حداقل بر بگردن بر روند مصالحه؟ خب او همون چیزایی که در توان دولت افغانستان است و در امکانات ما هست، همون کار باید بکنیم که همون کار شده و به او ادامه میدیم. بعد اگر طرف مقابل لجاجت کنه و با پافشاری بر جنگ داشته باشه، بازم جزئی که فشار بالای کسایی که از اونا حمایت میکنن وارد شود تا دست از حمایت از طالبا بردارن، که او میتونه تاثیرگذار باشه و از راههای مختلفی که نفوذ و اعمال نفوذ شود. این تو یک نسخه روشن در این راستا وجود نداره، چون یک طرف بخواد که اصلا قصد و اراده وارد شدن به گفتگو و حل قضیه از طریق صحبت و مذاکره را نداشته باشه. یک مشکل است که متاسفانه ادامه پیدا میکنه، مشکل افغانستان و مسئولیت خونریزی و جنگ او گروه به عهده میگیره. رئیس جمهور ترامپ خود را فردی میدانه که میتونه با هر وضعیتی بحرانی دست به معامله بزنه. آیا فکر میکنین که رئیس جمهور ترامپ میتونه در مذاکرات با طالبا و روند صلح هم دست به معامله بزنه که تغییراتی را بنیادی به وجود بیاره در افغانستان؟ فعلا که اساس پالیسی اداره ایالات متحده آمریکا را پالیسی جنوب آسیا تشکیل میده که پالیسی نقاط مثبت زیاده داره، از جمله مسئله پناهگاه‌های طالب‌ها و گروه‌های تروریستی در کشور همسایه. این نکات است که روی زیدری پالیسی تاکید شده. احتمالی که یک بررسی در پالیسی صورت بگیره هست، اما واقعیت‌های کشور و وضعیت افغانستان، کشور ایالات متحده آمریکا و رهبریش به حیث کشوری که حمایت کرده از مردم افغانستان و دولت افغانستان اونا درک میکنه. آیا روسیه و ایران
بر طالبان نفوذ داره و اونا رو حمایت میکنه در داخل افغانستان؟ من فکر میکنم که تعداد کشورها تماس دارن، تعداد کشورها نفوذ دارن و به نفع منطقه است به صورت کل و همه کشورهای منطقه و فراتر از او که از این نفوذ و نفوذ از این نفوذ این کشورها استفاده کنند به نفع صلح در کشور ما و مجالی که طالب‌ها سوء استفاده کنند از این تماس‌ها برشان داده نشه. ادعای مسائل بحث میشه، اما توجه ما به این است که جلب همکاری همه کشورها را بکنیم تا از آنچه در دستشان است استفاده کنند در تامین صلح، کمک به تامین صلح در افغانستان. پس بنابراین مسائلی نیست که این کشورها یعنی ایران و روسیه به نحوی از نفوذشان در جهت استفاده منفی استفاده بکنن. مسائل مطرح میشه، گاهی ما این مسائل در طریق طرق دیپلماتیک مطرح میکنیم، جزء بحث‌های ما همیشه بوده و هست. من توقع دولت افغانستان و حکومت و مردم افغانستان خدمت شما گفتم که همیست که و این باور ما هم هست که هیچ کشوری هم از نارامی در کشور ما نفع نمیبره. جنرال صاحب دوستم، معاون اول رئیس جمهوری هست. 14 ماه گذشته در افغانستان حضور نداشتند، حالا برگشتند. قضیه حقوقیشان چطور میشه؟ یا دنبال میشه یا به نحوی معامله صورت میگیره و او حل میشه؟ مسائلی است که هم جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری در موردش بحث و صحبت کردن و هم ارگ ریاست جمهوری در این رابطه توضیحات داده، در این که جنرال صاحب معاون اول ریاست جمهوری بوده و هست و به وظایف خود ادامه خواهد داد، در این شکی نیست. البته بحثی حقوقی به کجا رسیده نرسیده من در جزئیات از او وارد نیستم، اما جزء امو تفاهمی که هیئت از طرف رئیس جمهور رفته بودن به ترکیه و چندین هیئت چندین بار رفت و برگشت کردن، جزء می تفاهم هم پرداختن به مسائل حقوقی هست. جناب دکتر صاحب عبدالله، مقام محترم ریاست اجرایی حکومت افغانستان، با سپاس از شما که وقت دادین و با تلویزیون صدای آمریکا صحبت کردین. تشکر.